در حال راندن بالون خود. دوبله و پخش از شرکت فرهنگی هنری پارس ویدئو. اون پایکس پیک رو پشت سر میگذاره. اون از گراند کانیون عبور میکنه. اون قله اورست رو فتح میکنه. اون قله اورست رو دور میزنه. اون از عهده هر کاری برمیاد. بله، همانطور که مانت خودش گفت. مراقب باش! قله رشمال! بارون شوق ماجراجویی از روی قله رشمال رد کنید! زود مشاجره کن! هاپو هم چطورن؟ موتورا رو چک کنیم تا ارتفاع 26,000 پایین میریم بالا. سکان 18 درجه به سمت جنوب بچرخونید. چه روز قشنگیه. باد از سمت شرق با سرعت 10 گره در حال وزیدنه. وضعیت هوا رو تو دفتر روزانه بالون وارد کنید. یه چیزی اون پایینه. برای مطالعه میرم میارمش. واه یه هاپوه. بریم پایین و اونو برام بیارین. زود باشین. تو داری چی کار میکنی؟ مگه تو نمیدونی که اینجا یه باشگاه خصوصیه؟ فقط جهانگردا اجازه ورود به اینجا رو دارن. هر کسی واسه خودش با کلاه و عینک خلبانی نمیتونه سرشو بندازه پایین بیاد اینجا. فکر میکنی عرضه این کارو داری؟ خیلی خوب، عالیه. به بالن من خوش اومدی. ببینم موش زبون تو خورده؟ من یه سر دو گوش نیستم. الان من تو هم باشگاهی هستیم. دیدم بادکنکت کدوم وری رفت. بیا بریم دنبالش. بیا اسم الیه. بیا اونه هاش اونجاست. خب چرا معجزی؟ برو دیگه. با خودم گفتم ناراهنی بیام یه خورده سرحال بیارمت. میخوام یه چیزی نشونت بدم. میخوام بذارم یه چیزی رو ببینی که تا حالا به هیچ کس نشون ندادم. باید قسم بخوری که به هیچکی نمیگی. باشه دستتو بذار رو قلبت. گفتم دست رو قلب. زود باش. کتاب ماجراجوییمه. اینو که میشناسی. چارلز مانسه. مرد ساله. همون جهانگرده. وقتی بزرگ شدم میخوام همون جایی برم که اون رفته. آمریکای جنوبی. تو قاره آمریکاست ولی جنوبشه. از من بگی کجا میخوام زندگی کنم؟ آره تو آبشار بهشت. سرزمین فراموش شده. من اینو از توی یکی از کتابای کتابخونه کندمش. من میخوام باشگاهمو ببرم به اونجا. درست نزدیک آبشار. خدا میدونه چه چیزایی اونجا هست. وقتی برسم اونجا میخوام تموم این صفحاتو بذارم واسه ماجراهایی که قراره برام پیش بیاد. فقط میدونی چیه؟ اصلا نمیدونم چجوری میشه رفت به آبشار بهشت. تو میتونی ما رو با بالون ببری به اونجا مگه نه؟ تو میتونی. زود باش قسم بخور که میتونی. زود باش بگو. دستتو بذار رو قلبت. گفتم دستتو بذار رو قلبت. خوبه قول دادی. زیر قولت که نمیزنی. میزنی؟ خوبه آفرین پسر. خدافظ تا فردا. پیش به سوی ماجراجویی. میگم تو خیلی کم حرفی ها. ازت خوشم میاد. وای